امروز 1 مای سال 2024 پگاهی ساعت 4:30 در شهر دوشنبه هوا بسیار هوای تازه شد. اون مهتاب است. مهتاب ستاره ها اینطور بعدی چندین روزهای باران و سیل و چاله و در بعضی منطقه ها برفی در تاجیکستان امروز هوا بسیار هوای معتدلی خوشگوار اینجا دوشنبه است. صبح تاجیکستان، صبح شنبه عزیز. دوستو همین گونه هوا را پزبان هم شده. بازم هم مهتابی کنم مهتابی آسمان مهتاب آنها 1 مای سال 2024 نه самолет رفته. بسیار هوای تازه کشت.